عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزای دلم. امیدوارم هر جا هستی حالتون خیلی خوب باشه. خب گیاه بعدی عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزای دلم. امیدوارم که هر جای ایران هستید حالتون خیلی خوب باشه. گل بعدی که میریم برای تعویضش گل ارزم به حضورتون بنت قنصله، یکی از زیباترین گل‌های آپارتمانی و فوق‌العاده انرژی بالایی داره این گل. حالا کسایی که استفاده کرده باشن میدونن. خب برای تعویض گلدون و یا اینکه بخواید خاک گلی رو عوض کنید یا هر چیزی، شما به این 4 تا فاکتور اصلی نیاز دارید: گلدون مناسب، تیکه های معدنی برای زهکش کف گلدون و کود فرآوری شده ما به نام عصاره بهشتی یا حالا هر کودی که شما میتونید استفاده بکنید. این خیلی اصلیه. این اصلی ترین بخش برای یک گلدونه که شما وقتی میاد تعویض گلدون میدید دچار تنش نشه گیاهتون، یا اگر دچار تنش شد سریع بتونه خودش رو برگردونه. پس این کود به شدت انتخابش خیلی مهمه. طبق معمول ما ابتدا بوکه های معدنیمون رو میریزیم فقط برای اینکه ما زهکشمون داشته باشیم، آب اینجا جمع نشه، حالت گنداب بشه. بعد شما میاد یه مقدار از کود رو میریزیم. بعد گیاهمون رو قشنگ آروم خیلی آروم در میاریم، قرار میدیم داخل گلدون و شروع میکنیم ارزم به حضورتون خاک رو اضافه کردن. یه مقدار با دستمون صاف میکنیم، فشار نمیدیم به هیچ عنوان، اجازه میدیم هر زمان با آبیاری این خاک نشست بکنه و فشرده نکنید، چون خود همین فشردگی باعث خفگی ریشه میشه. فقط میتونید با دست چند تا ضربه بزنید که این خاک بتونه خودشو جمع بکنه. این هم از گیاه بنت قنصل ما. انشالله که نتیجه کار و رشدش رو از تقریبا 7 روز دیگه شروع میکنه به امید خدا و به مرور سعی میکنم فیلم های بیشتری رو بگیرم و در اختیارتون قرار بدم. امروز هم 3 دی ماه 1402 هست. مثل همیشه دوستتون دارم. مثل این گل زیبا باشین. خدا نگهدار.